سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز آموزش یه غذای خوشمزه گیلانی رو داریم به نام سیر قلیه. بریم با همدیگه آموزش رو داشته باشیم. برای این غذا ما به مرغ محلی یا اردک محلی پخته شده نیاز داریم که اگر محلی هم نداشتیم اشکالی هم نداره. ما اردک رو در قابلمه میریزیم و بهش سیر، هویج، پیاز و فلفل دلمه و 2 عدد آلوچه براش در نظر میگیریم و در قابلمه ریخته و سپس زردچوبه رو به اردک اضافه میکنیم که عطر و طعم خوبی رو به غذا بده و سپس روی اجاق گاز میذاریم با شعله کم و مقدار لازمه که آب نیاز هست رو به قابلمه اضافه کرده و سر قابلمه رو میذاریم که اردک بپزه. بعد از پخته گوشت اردک مقداری هم نمک به این گوشت اضافه میکنیم که عطر خوبی رو به غذا بده. لازم برای این غذا که 1 پیمان لپه پخته شده داریم، برگ سیر تازه که از باغچه مادرجان چیدمان کردیم و شستیم آماده کردیم به اندازه 300 گرم، آب نارنج به اندازه 1 قاشق غذاخوری و همچنین روغن مایع یا روغن جامد برای این غذا لازمه و همچنین 2 لیوان آب خود مرغ لازمه که برای همین غذا استفاده خواهد شد و در کنارش میتونی از مرغ محلی یا مرغ ماشینی استفاده کنی. ادویه‌های لازم هم که ادویه هست و همچنین نمک هم برای این غذا استفاده میشه. در ابتدا قابلمه رو روی شعله گاز میذاریم و روغن مورد نیاز رو برای این قابلمه اضافه میکنیم. بعد از این یه ذره داغ شد برگ سیر رو به خود روغن اضافه خواهیم کرد. پس برگ سیر رو داخل قابلمه اضافه میکنیم. در چوبه هم به مواد اضافه خواهیم کرد به اسفناج‌های خوشگلمون. میزنیم برای تفت. نفاها رو به خود سیر اضافه میکنیم که یه تفتی هم با نفاها بسید با آب ترکیب بشه تا کم موادهی. بعد از اینکه آب لپه و همچنین برگ سیر یه ذره خوش شد آب مرغ رو بهش اضافه میکنیم. در اینجا مقداری هم فلفل به این غذا اضافه میکنیم که یک حالت خوشمزه رو به غذا بده که طعم و مزه فوق‌العاده عالی رو برای غذا داشته باشه. سپس سر قابلمه رو میذاریم به مدت 5 دقیقه که این موادها با همدیگه جا بیفتن و مواد بعدی رو بهشون اضافه میکنیم. در آخر مقدار گوشت اردکی که قبلا پختیم رو به این خورش اضافه میکنیم و همچنین خود آب اردک هم به این خورش اضافه خواهیم کرد و سپس در آخرم برای طعم بسیار خوشمزه‌ای که به این خورش بده آب نارنج هستش که آب نارنج هم به این خورش اضافه میکنیم که خیلی خیلی طعم فوق‌العاده عالی رو به این غذا میده.
البته اگه دیدین کم نمکه یا فلفلش کمه، دیگه به ذائقه خودتون میتونی کم و زیاد کنید و همچنین بتونید این غذای خوشمزه رو در کنار عزیزان دلتون درست کنید و نوش جان بفرمایید.